جلسه امروز یک جلسه افتتاحیه هست. افتتاحیه یک پروژه حیاتی پربرکت و ماندگار برای ملت شریف و علم دوست و فرهنگ دوست سلومان. بر همه بینندگان محترم به خصوص که صدا و تصویر من را میبینن و شاهد هستند میرسانیم. افراد و اشخاصی که به عنوان معتمد از طرف نمایندگان و اداره تعیین شده قرار زیلند: محمد مهدی صمدی امیر لیسه ذکور لومان، محمد بشیر فکرت سرمعلم لیسه ذکور لومان، مصطفی رحیمی معلم رقم بخورن برای عزتمندی همه عزیزان مسافرین ما و همه ملت ما. صلوات بلند ختم. تاریخ اگر ثبت شده در صفحه ایام، تصویر رخش در خور گفتار کتاب است. همکنون برنامه های امروزی خود را آغازگر می شویم با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط قاری عزیزمان محمد باقر بوستانی متعهد سند دهم قرائت می گردد. با تشریف آوری ایشان در جایگاه دهانتان را معطر سازید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم. به نمایندگی از طرف لیسه پسرانه لومان تقدیر و تشکر و سپاس به عمل می آید از همه محترمینی که امروز در این محفل و در این مجلس شرکت ورزیده است. همونطوری که در جریان هستید جلسه امروز یک جلسه افتتاحیه هست. افتتاحیه یک پروژه حیاتی پربرکت و ماندگار برای ملت شریف و علم دوست و فرهنگ دوست سلومان. افتتاح یک باب سالونی که هم در جهت کتابخانه از آن استفاده صورت بگیرد و به تعقیب آن اعمار دیوار حیات این مکتب پرسابقه لومان. بر همه بینندگان محترم به خصوص که صدا و تصویر من را میبینن و شاهد هستند میرسانیم که نمایندگان محترم ملابسی های لومان هماهنگ با اداره لیسه، اساتید و آمریت این لیسه بزرگ و با عظمت و پیشتاز در عرصه علم و دانش و آموزش همه با هم تصمیم گرفتن به اساس ضرورت و نیاز که یک سالونی
فرهنگی را در کنار این لیسه جدید الاعمار احداث کند که هم در جهت کتابخانه از آن استفاده صورت بگیرد و هم در جهت انجام برنامه‌های فرهنگی این لیسه و این رو یک ضرورت دانستم. روزگار و روزهایی بوده است که مثل امروز برنامه‌های فرهنگی رو در یک هوای داغ و در هوای گرم و یا گاهن اتفاق افتاده که برنامه‌های خود را در یک هوای غبارآلود و گردآلود و هوای سرد خزانی برگزار کردند و لحاظا ضرورت احساس کردند که همچون یک مکانی را، یک مکان فرهنگی را اعمار کنند. فلحاظا میدانیم اعمار چنین مکان بزرگ و نیاز به یک بودجه کلان و هزینه هنگفتی دارد. تا اندازه‌ای که در جریان هستیم تا حال و مبلغ 4,60,000 افغانی که خیرین کمک کرده نزد جناب آقای استاد عبداللهی هست و یک بودجه بسیار ناچیز و کم هست. فلحاظا این جانب به عنوان یک معلمی که همیشه در خدمت فرزندان این مردم بوده و نمایندگی از طرف اداره لیسه پسرانه لومان و به نمایندگی از طرف نمایندگان محترم ملابسی‌های لومان به همه مهاجرین عزیز و مسافرین گرانقدر و هموطنان عزیزمون که در خارج کشور به سر میبرند و در هر کشور هستند، اولا سلامی ویژه‌ای به همه مهاجرین عزیز به نمایندگی از این حضار محترم و نونهالان این مکتب تقدیم می‌داریم. سلام و درود بر شما خیرین نیکنام، مسافرین و مهاجرین عزیز که همواره در خدمت مردم خود بوده اید. کارهای بزرگ و عام المنفعه را با وصفی که دور از وطن هستید در این سرزمین رنج دیده اعمار کردید و به ثمر رسانده اید و می رسانید. بند بزرگ همبستگی سنگجوی یکی از نمونه های روشنی است که در سطح کشور در سطح افغانستان به عنوان یکی از پروژه ها فقر و ماندگار قلمداد شده است، نام و نشان یافته است. بند آب رویا و امیدی که در سرزمین تمقول در حال کارشون در حال جریان هست، یکی است کارهای عظیم و بزرگی که شما عزیزان مهاجرین عزیز برای هموطنان رنج دیده خود اقدام کردید و در حال انجام هست. فلحاظا این پروژه‌ای که امروز شاهد افتتاح تهداب آن هستیم منتظر بذل همکاری شما و مساعدت شما خیرین عزیز و گرانقدر هستیم و امیدوار هستیم که در این عرصه هم خوش بدرخشید و این مردم خود را نونهالان لومان را اساتید این لیسه را و بزرگان این منطقه را که دست یاری به سوی شما کرده‌اند کمک کنید، همکاری کنید تا انشاءالله به زودی شاهد اعمار و اکمال این سالن فرهنگی در کنار این لیسه پرسابقه و عظمت لومان باشیم و فقط یک نکته قرآنی رو
میخواهم بنابر اختصار است یک تحفه قرآنی را و معذر همه سیدین عزیز و همه مسافرین و مهاجرین سوز که همواره در خدمت مردم وطن خود بوده است داشته باشند. و آن تحفه قرآنی این آیت مبارکت قرآنی است که حق تعالی خدای بزرگ خالق جهان خالق انسان صاحب این جهان با عظمت وعده فرمودند انا لا نضیع اجر المحسنین. اجر هیچ نیکوکار را خداوند ضایع نمی‌سازد. پاداش هیچ نیکوکار را خداوند ضایع نمی‌سازد. این رهپوشی برای دنیا و آخرت شما خیلی گرانقدر و گرامی. امیدوار هستیم انشاءالله تعالی عزت دنیا و آخرت خداوند را شما عنایت کند و شاهد فرستادن کمک‌های شما برای این عیسی باشیم و شاهد و ثمر رساندن این پروژه اساسی و حیاتی در این سرزمین باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. فرهنگی را برای ملت لومان، برای همه عزیزان چهره‌های فرهنگی مستفیدان نیک و مبارک کنه. یک صلوات بلند محمدی و آل محمد. خداوند انشالله که قدم نیک کنه به امید خدا، به امید خدا که انشالله خیر و برکت به همراه داشته باشه. از خدای بزرگ ما عزت توفیق برای همه عزیزان، برای مهاجرین و مسافرین عزیز آرزومونه که کمک‌های سرازیر کنه انشالله که این بنای فرهنگی و این کتابخانه‌ای که واقعا سرنوشت نسل جوان و نوجوان ما را در آینده روشن معطر میکنه انشالله این سرنوشت رقم بخوره. برای عزتمندی همه عزیزان مسافرین ما و همه ملت ما صلوات بلند ختم برگزاری افتتاح کتابخانه بودید که مفصل شد و در محل تأسیس یک باب کتابخانه قرار دارید که این ببینید که دوستای محترم جناب سرطان به این حد رسنده و آقای صدیصبا به ما نمونه یک سنگ جداش، اما باید بدون معذرت که یک نوار قیچی کننده به اصطلاح ما داشتیم که متاسفانه خراب شد دیگه بخشش باشه. تشکر. همین ساده گرفتیم دیگه انشالله که در افتتاحیه دیگه یک مراسم کلان خواهیم گرفت که یک شاهد باشیم که کل مناطق را دعوت کنیم و این را مثلا افتتاحیه و جشن بگیریم انشالله. اون برنامه‌اش انشالله به اون مراسم انجام خواهد و در راستای فرمایشات اساتید محترم و درخواست‌های تطبیق پرسنل مکتب فقط یک نکته را ما اشاره می‌کنیم که نمایندگان محترم شما برنامه بگیرید، جلسه بگیرید، مخصوصا که ایام محرم نزدیک است و اگر شما از اون طرف ما را ندید بخش خبر بدید که به اصطلاح ما در خدمت شما هستیم، ما این نقشه را میتونیم یک مقدار کلانتر بگیریم که همچون روزی مثل مثلا اطلاعنامه میشه، روز معلم میشه، روز مادر میشه و برنامه‌های اناتی ما زیاد هست. میتونیم مثلا این را کلان بگیریم و عرض به حضور شما که جوابگوی نسل آینده در بخش‌های مختلف فرهنگی باشد. لذا ما فعلا کار را میتونیم یک مدت متوقف کنیم و استادان محترم مثلا مشغول کارهای دیگه شود. عرضم به حضور شما اگر خبری مسرت بخش از طرف شما بیاید که ما این را به اصطلاح توسعه بدیم 21 در 13 که از نظر نقشه و از نظر فرش که منبر ما هست، منبر میانه هست و منبر سربگو ظاهرا در میانداز است، بتونیم که انشاءالله همه عزیزان را در همچون فضا آماده کنیم و بسترسازی بکنیم که حرف را بشنوند و استفاده کنند. خیلی عالی خواهد و اگر کدام سوال عزیزان داشته باشم ما در خدمتشون هستیم. خب استاد بزرگوار، اول ما سلام بنده استاد و سلام بنده تمام بینندگان عزیز و سلام دیگه بنده دوستایی که در اینجا قرار دارند. استاد بزرگوار، امی چی کتابخانه که شما افتتاح کردید چند بودجه داره؟
کار بخیر شروع کنیم. ما در این قسمت خدمت شما دنیا همونطور که در صحبت‌های آقای استاد محمدی بوده، اگر توجه عزیزان بوده باشه 462,000 افغانی ما الان موجود داریم و به همین جهت هم قرار شروع کردیم و این سنگ که آورده هر موتر سنگ 1500 افغانی شده و جغلایی که آورده به خاطر که کار بسد چی شود جناب استاد صاحب این میده متراژ طول میشه دیگه استاد صاحب نه یعنی میره 350 روپیه که ایرا به اصطلاح نازل ترین قیمت است که این کندن کاریش خیلی زیاد شده که تا در پختگی برسه. فعلا ما این بودجه رو داریم، با این بودجه هر بار شما توسط خیرین عزیز ما کمک شده هر دم شما موجود داریم و کار شروع کردیم و در ادامه کار که اینمی کتابخانه 15 در 6 حداقل 15-16 لک افغانی مصرف داره که یک کامپیوتر مثلا وسایل مربوطه کتابخانه لازم است نیاز است و همچنین استادا و شورای مکتب کردن که چون ساحه مسکونی هست عاقل محترم حیرشوخا اینجا وجود داره، لذا اگر دیوار حیات هم شروع شود خیلی خوبه. دیوار حیات را که استاد محترم ایره تخمین زده حدودا 45 لک افغانی مصرف داره و یک سرویس بهداشتی اشد ضرور است که یکو 5-6 لک شاید مثلا او مصرف بگیره. اینمی نیازمنده های ضروری ما تیرک هست. استاد بزرگوار این کتابخانه که هست کتابخانه امزی مکتب یا نه عمومی کلی نه جای این کتابخانه احسن این کتابخانه مربوط به کل لومان هست، هم از خواهرها برادرها اقشار مختلف که مثلا در این لومان جزء لومان هستن و خارج از لومان هستن میتونن کتاب به صورت امانی ببرن و اینجا میشینن مطالعه بکنن، مقاله نوشته کنن، تحقیق بکنن. بالاخره یک نیاز مبرم هست، همونطوری که ما نیاز به غذا داریم ما نیاز به غذای روحانی داریم. مطالعه و کتابخوانی در واقع غذای روحانی همه ما هست و رشد و بالندگی یک جامعه مربوط به مطالعه و اهل مطالعه و تحقیق. لذا همچون مرکز در اینجا به نبود و ما احساس کردیم که این نیاز را انشالله با کمک داخل و خارج انشالله مرتفع بسازیم. تشکر. دیگه امی دیوار حیات را که در اینجا کتابخانه نمیخواین یک جای بسازیم؟ انشالله آره امی کتابخانه که اکمال شده و عرض موضوع شما که دیوار حیات ما حد حدودش مشخص شده که جلسات مختلف در این زمینه شده و امی ساحه مکتب مشخص شده و انشالله او زمان با هماهنگی معارف که رفته بودیم و شورای مشاورین مکتب با مدیریت مکتب رفته بودیم صحبت شد که به اصطلاح حد حدود مکتب باید مشخص شود تا انشالله از موضوع شما که کدام نقطه نکرده جنجالی به وجود نیاید و دیوار حیات هم شروع کنیم. تشکر. دیگه مزاحم دستات نمیشه، مزاحم شما که ویدیو طولانی نمیشه. این برادرایی که اینجا قرار دارن اگه سوال داشته باشن. خب استاد گرامی اگر احیانا به جای جمعی کتابخانه اگر ما بشیم یک سالن کلانتر جور کنیم که برنامه فرهنگی از ما در پورته یا مثلا همین بارچه یا همین سالانه در شاگردان از آفتاب نباشه، نظر شما چیه؟ نظر ما کاملا موافق با نظر شما هست و اصل هدف بنده سالهای قبل می بود که ما 8 سال اینجا معلم بودم، 3 سال در نسوان صلواتی معلم بودم. بالاخره فعالیت‌های بنده را شاید عزیزان بیننده و شما بزرگواران در جریان باشین از بابی و اما به نعمت رب که حدیث میگیم شاگردای خود ما تحویل جماعت دادیم و هدف از ما این بود که در ابتدا کمک شریک بسازیم مکتب کهنه را مثلا دست بکشیم، هم سالن مطالعه شود و هرچی. متاسفانه مو عزیزی که یا خیرینی که مثلا در نظر داشته متاسفانه قبول نکردن و گفتن که مکتب به اسم کتابخانه مستقل باید ساخته شود. و این کتابخانه هم که نقشه به اصطلاح این اندازه ما گرفتیم نظر به بودجه و نظر به شرایط به اصطلاح نظر گرفتیم. ولی اگر شما خیرین بزرگوار مساعدت کنید جلسات را بگیرید فضای مثلا مجازی که آنلاینی مثلا ضرورتاً و استثناء نمیره زودتر مثلا برای ما پروگرام بدین و چیز کشورهای به اصطلاح آلمان، زن، استرالیا، آمریکا، ایران، هر جایی که صدای بنده را میشنوه، هر فردی که صدای ما میشنوه اگر لبیک بگه ما میتونیم این را از سالن کلان تحت عنوان کتابخانه و سالن تجمعات بگیریم که تمامی برنامه‌های فرهنگی ما رو جواب باشه. این هدف نهایی ما، ولی چون ما دغدغه داریم در ادامه کار به می جهت یک مقدار ما این را اصلاح کوچکتر گرفتیم. استاد بزرگوار اگر خیرین مسافرین عزیز کمک کنه شما را همیاری کنه مثلا
شما تصمیم شین بدل میشه که مثلا یک سالن کلان جور کنیم؟ قطعا اگر عزیزان ما را یاری بکنه ما به اصطلاح ایرا تغییرات بهش ایجاد میکنیم و کلان میگیریم تا امی شاگردایی که در فضای گرم که هر لحظه میدیدید دیگه که هم بنظمی حاکم بود و هم از شما تشنه میشدن. یک وقت میشه که ما میگیم برنامه گرفتیم یک گردبادی چرخبادی میآید برنامه را به هم میزنن. مهمانایی که از خارج می آمدن بالاخره در زمان حکومت جمهوریت ما با مشکلات‌های عدیده مواجه بودیم و یک از آرزوهای دیرینه ما اینه که یک سالون کلان ساخته شود که تمام برنامه‌های نسل آینده ما را و آینده سازای ما را ان شاءالله بتونه جواب بده. خب استاد، سوال آخر از ما اینه که بلده دوستا بلده بینندای محترم بگیم که شما تا حالا خزانه دار یا کسی که اینجا صندوق داره یا کی کسا را معرفی کنن یا کسی که باید از کار میذارد که نه؟ بله، اگر میره بودم سوال بسیار بجا بسیار خوب است. بسیار خدمت شما کردم خوبه که ما در این قسمت به اصطلاح امی درخواستی اداره و پرسنل لیسه ذکور را برای همه بینندگان و شنوندگان و شما مستمعین عزیز بخوانیم و فرصت نشد در جماعت بکنیم و خوبه که یعنی قسمت تابلو هم شفاف بیاید. بسم الله الرحمن الرحیم و تعاونوا علی البر و التقوی. قرآن کریم سوره مائده آیه 2. خدمت تمام مسافرین، مهاجرین عزیز و خیرین گرامی مقیم کشورهای خارج، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت شما دوستان محترم احتراما به عرض میرساند اینکه مایان، نمایندگان، بزرگان، ملابسه های مختلف لومان و اداره لیسه پسرانه لومان نظر به ضرورت و نیازمندی اقدام نموده ایم تا یک باب سالونی 20x13 متر که هم کتابخانه باشد و هم در اجرای برنامه‌های فرهنگی و سمینارهای آموزشی از آن استفاده شود اعمار نموده و به تعقیب آن همزمان دیوار حیات مکتب را نیز اعمار نماییم. با توجه به این که تا حال مبلغ 4,62,000 افغانی بیشتر بودجه ندارد، فلهذا مایان ملت شریف لومان اعم از نمایندگان، ملابسه ها، علما، مستفیدان و اداره لیسه پسرانه دست کمک خواهی و همکاری به سوی شما مهاجرین عزیز، هموطنان و خیرین محترم که همواره مردم خود را یاری رسانده اید دراز نموده ایم تا در اعمار و اکمال این پروژه فرهنگی کمک و همکاری نمایید. افراد و اشخاصی که به عنوان سوال شما کردید، افراد و اشخاصی که به عنوان معتمد از طرف نمایندگان و اداره تعیین شده قرار زیلند: محمد مهدی صمدی آمیر لیسه ذکور لومان، محمد بشیر فکرت سرمعلم لیسه ذکور لومان، مصطفی رحیمی معلم لیسه ذکور لومان، بنده عبدالعلی عبداللهی عالم دین و استاد مدرسه دارالحفاظ مدرسه لومان و جامعه زهرای لومان، و استاد عبدالعزیز محمدی که استاد در لیسه هست که صحبت‌های زیبایشان را همه تان گوش کردید و استفاده بردیم. محمد شریف محسنی که یکی از اساتید پرتلاش خدوم است که در کورس‌ها عزیزان با ایشان آشنایت داره. نمایندگان شورای انکشافی لیسه ذکور لومان که در حسابدهی ما یاری خواهند کرد ان شاءالله از سیر تا پیاز شفاف در محضر عمومی شما بینندگان و شنوندگان حسابدهی شفاف خواهد بود و هر گونه سوالی و پرسشی، انتقادی، پیشنهادی باشه ما ازش استقبال میکنیم. و شماره های واتساپ هم که عزیزان داره، شماره واتساپ ما 077 92 62 60 است و شماره آقای فصمدی و بقیه عزیزان هم ان شاء الله در اینجا نوشته خواهد شد و نمایندگان محترم این را امضا کرده و ان شاء الله این را و توسط شما ان شاء الله اطلاع رسانی میکنیم و شما عکس بگیرید و همچنین متنی که خوانده شد خدمت همه شما تقدیم خواهد شد با امید آن روز که یک لومان آباد آزاد فرهنگی و وحدت آفرین داشته باشیم به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. بینندگان عزیز و دوست داشتنی، شما برنامه افتتاح کار کتابخانه یا سالن اجتماعی لیسه ذکور لومان رو بیننده بودین. از یک تایی دم مورد تماشا کردین، ویدیو ندمون سعی کردین. از همه شما جهان سپاس. تا دیدار بعد، خداوند یار و نگهدار.